با تقوا نماها طوری تقواشون رو به رخ دیگران میکشن، نگاه که الان چه کارت میکنن. بعضی مامورین رو به رخ افراد میکشن، بعضی هم خدا رو به رخ افراد میکشن، مثل اینکه خدا به اختیار من و توست که هر کاری خواستیم هر کسی رو سرکوب بکنیم سرکوب بکنه و بعد پوز بدیم جیری دعام گرفته. تو نکنیم این کار، بلکه اول دعای هدایت، دوم حتی برای مخالفت، حتی برای کافر، حتی برای دشمنت. خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما. اگر قابل هدایت نیست اونطوری که خودت صلاح میدونی باش رفتار کن. بعضی موقع عجله میکنیم در دعا کردن، نفرینش میکنیم، دعای بدش میکنیم، فردا خدا هدایتش میده، فردا توبه میکنه. میخوام تو صورت هم نگاه بکنیم، عجله نکنیم برای نفرین و نابود کردن، دعای رحمت بکنیم. شاید در حالت اجابت دعات مستجاب شد. به همین منظور ممنوع شده که پدر و مادر برای فرزندانشون نفرین بکنن تو هر شرایطی که باشه فرزند، چون دعای پدر و مادر مثل دعای پیغمبر در حق امته. ولی خیلی از پدر و مادرها کمی که به فشار میاد بلا فاصله به فرزندشون میگن برو به درک اسفل السافلین. میدونی درک اسفل السافلین کجاست؟ درک میدونی کجاست؟ زیاد کلمه درک رو استفاده میکنیم، برو به درک. بعضی هم پسوندش میگن به درک اسفل السافلین. خب به کی داری میگید؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای عمری که شمشیر کشیده بود که بره گردنش بزنه ببره برای قریش هدیه بده، میگفت اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین. پیامبران دعا میکردن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا قوم منو هدایت بکنن، نمیدونن، متوجه قضیه نیستن، از روی نادانی که دارن اذیت میکنن. و آخر سر ابو سفیان و هند جگرخوارم مسلمان شد. ابو سفیان هم مسلمان شد، هند هم مسلمان شد. در سال 8 هجری فتح مکه ابو سفیان و هند مسلمان شد بعد از 21 سال مبارزه. بعد از اینکه هند جگر حمزه رو به دندان گرفت که ببلعه، که بجوه و ببلعه در غزوه احد، کل اموالش رو به وحشی بخشید، طلاهاش رو به وحشی بخشید و وحشی رو گفت آزادت میکنم به شرط این که حمزه رو بکشید. وظیفه تو اینه. به وحشی گفت. وحشی هم کمین گرفت، تو نیزه پرانی خیلی حرفه‌ای بود بر روش حبشی ها. ولی وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم با 10,000 مجاهد آمد مکه رو و اطراف مکه رو محاصره کرد، به شب برخوردن. آتشی که اطراف مکه روشن کردن، دور تا دور مکه آتش روشن کردن شب. ابو سفیان بعد از 21 سال مبارزه با همسرش هند رفتن بالای خونه، تو بالاکن خانه ایستادن. آخرین ساعات و لحظات آقاییشون و حکومتشون و سروریشون و سیادتشون بر جزیره العرب یا بر قریش، این زن و مرد بعد از اون همه لشکرکشی با همدیگه تو نگاهشون به این آتش ها که پیرامون مکه توسط 10,000 نفر محاصره شدن، منتظر طلوع صبحن، طلوع آفتابن که وارد بشن که فردا چه خواهد شد، فردا این محمد چه کار خواهد کرد. فردا همه رو از گمان میکردن که همه رو از لب شمشیرش میگذراند. قریش، اهل مکه، داران کفر، الحاد، 2 جمله به هم گفتن که تاریخیه. یه جمله زن گفت به مرد، یک جمله هم مرد به زنش گفت. نمیدونستن که ساعات پایانی عمرشون در کفره، اصلا نمیدونستن که فردا هر دوتاشون مسلمان میشن.
تا اون لحظه نمیدونستن، ولی این دوتا جمله رو گفتن. مرد رو کرد به زنش بعد از 21 سال مبارزه و آواره کردن رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش. ابو سفیان بود دیگه، بزرگ قریش بود. گفت ابو سفیان، مرد، روزی که محمد از مکه بیرون رفت به طرف یثرب، یعنی شما مجبورش کرده که هجرت بکنه، زادگاهشو رها بکنه، دلهای اهل مکه رو با خودش برد. و واقعا هم اینطور بود. داستان شنیدنیه. زمانی که این زن و مرد این حرفا رو میزدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به یارانش میگفت 10,000 شمشیر به دست داره، میتونه مکه رو قتل عام بکنه. میگفت که فردا که وارد مکه میشید، از هر طرف، از چند گوشه، کسی حق نداره شمشیرشو از غلاف در بیاره نشون مردم مکه بده، به این گمان که اونها ما رو قتل عام کردن، ما رو آواره کردن، اموال ما رو مصادره کردن، اولاد ما رو شکنجه دادن، برادر خواهر ما رو کشتن. کسی شمشیرشو از غلاف در نیاره. شما پیش قدم برای جنگ نشید. 10,000 نفر هم همراهشه. وقتی وارد شدن، یه تکه چوبی به اندازه 1 گز یا 1 ذراع دستش بود، رفتن به طرف کعبه و اطراف کعبه میزد تو شکم بت‌ها، سقوط میکردن و این آیه میخوند: قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بگو حق آمد، باطل نابود شدنی است. و زهق الباطل، باطل نابود شد. در حقیقت که باطل قدرت پایداری در مقابل حق ندارد و نابود شدنی است. بعد از اینکه بت‌ها رو همه سرنگون کرد، رو بلندی ایستاد کنار کعبه، رو به کل مجاهدین و یارانی که همراهش بودن و کل قریشی که اونجا تجمع کرده بودن. چند تا جمله گفت. بزرگان قریش هم ایستاده بودن. گفت یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بکم. ای معشر قریش، امروز چه گمانی درباره من میبرید؟ امروز چه انتظاری از من دارید که چه کاری براتون انجام بدم؟ یکی از وسط جمع بلند شد، با دهان پر گفت، مسلمان نبودا، گفت اخ کریم و ابن اخ کریم. تو برادر بزرگوار و با گذشتی هستید. این چیزیست که ما از تو سراغ داریم. و تو اخ کریم و ابن اخ کریم، و تو برادرزاده با سخاوت و با گذشت و کریم و بزرگواری هستید. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه گفت اذهبوا فانتم الطلقاء. همه تون برید که همه تون رو بخشیدم و آزادید. حتی به ابو سفیان و هند نگفت که این شمشیر رو حلقومت مسلمان بشه شهادتین بده، چون شهادتین اجباری و با کره و با زور شمشیر نمیخواست. اسلام عاشقانه، اسلام آگاهانه، اسلامی که خود انسان انتخاب بکنه، با قناعت انتخاب بکنه. و 3 جمله دیگه گفت که هر کسی به مسجد الحرام پناهنده بشه در امانه، به کعبه، و هر کسی بره تو خونش در رو از روی خودش ببنده، تو کوچه ها شمشیر دستش نباشه، در امانه. و هر کسی به خانه بزرگ مکه ابو سفیان پناهنده بشه، در رو ببنده، اونم در امانه. پیامبر کسی نبود که بزرگی رو ذلیل بکنه جلو به مجموعش. چه شخصیتی بود. گفت هر کسی به خانه بزرگ مکه ابو سفیان پناهنده بشه، اونجا در رو ببنده روی خودش، اونم در امانه. ابو سفیان و هند در مقابل این اخلاق بزرگ و این اکرام و این عفو و این گذشت هیچ راهی نداشتن مگر اینکه مسلمان بشن و مسلمان شدن.
و بعد فتح حنین رخ داد. بعد از فتح مکه فتح حنین. در فتح حنین غنایم زیادی وارد بیت المال شد، گله های بیشمار شتر، گله های گاو، گوسفند، خیلی غنایم. پیامبر صلی الله علیه وسلم 100 تا شتر داد به ابوسفیان. به همون بزرگانی که تا آخرین لحظه مسلمان شدن برای اینکه دلشون به دست بیاره و کم کم اکرامشون بکنه، ایمان رو تو جرفای دلشون قرار بده، 100 تا شتر داد بهشون. زمزمه شنید تو انصار اهل مدینه از سابقین الاولین، اونهایی که در اول دعوت پیامبر صلی الله علیه و نصرت کردن، جا بهش دادن، تحویلش گرفتن، خانه هاشون رو تقسیم کردن، زندگیشون رو با مهاجرین تقسیم کردن و استقبال بی سابقه از رسول الله صلی الله علیه و در قبا و در مدینه کردن، در یثرب. زمزمه تو صف انصار پیدا شد، به گوش پیامبر رسید که انصار میگن که ما روز اول پیامبر رو تحویل گرفتیم، از مکه بیرونش کردن، ولی موقع تقسیم شترها و گاوها و گله های گوسفند 100 تا به ابوسفیان و به فلان میده. این مقوله رسید به رسول الله صلی الله علیه و آدمی زاده بالاخره چه بعضی موقع، ولی معالجه قضیه رو نگاه کن. وقتی که این مقاله بهش رسید، انصار رو جمع کرد و بزرگان انصار همه رو جمع کرد. چند تا جمله گفت، جمله‌ای که هیچ مسلمانی طاقت نداره بشنوه. گفت که یا معشر الانصار ما مقالتم بلغتنی عنکم. ای جماعت انصار اهل مدینه، این چه مقوله است، این چه کلامی است، این چه حرف و حدیثی است که از شما به من رسیده. الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و ترجعون انتم برسول الله. خیلی حکیمانه است. آیا راضی نمیشوید که مردم گاو و گوسفند و شتر بگیرن و شما با رسول الله به شهرتون بر بگردید؟ آیا شما راضی نمیشید که مردم گاو و گوسفند بگیرن و شتر بهشون دادم، من با شما به شهر شما بر بگردم؟ دستمال رو سرشون بود، همه گذاشتن رو چشماش، از طاقت درشون برد، ولی ولکنشون نبود. تازه مسلمان شده، اکرامش میکنه، تألیف دلش به دست بیاره. ما اگر تو مسجد خودمون هم اینجا به کسانی که سال گذشته می آمدن همیشه میان بهشون میگیم، اونایی که جدیدن، اونایی که امشب آمدن، بیشتر اکرامشون بکنیم، اجازه بدیم تا به اونها سلام بکنیم، به اونها برسیم. نیاز به محبت دارن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن لو سلک الانصار شعبا و سلک الناس شعبا لسلکت شعب الانصار. اگر کل مردم راهی رو انتخاب کردن و انصار از یه مسیری انتخاب کرد رفت، من راهی میرم که انصار رفته. بیشتر گریه کردن. اما جمله سوم، یا معشر الانصار المحیا محیاکم و الممات مماتکم، زندگی من در مدینه با شماست و مرگ منم با شما و در شهر شماست. گفتن کافیه، دیگه طاقت نداریم. اینطوری قضایا رو معالجه میکرد و چشم دلشون رو پر میکرد. المحیا محیاکم و الممات مماتکم. درس‌های بزرگی در تاریخ است. انسان‌هایی که میخوان بزرگ بشن و بزرگوار بشن، بزرگی با معصیت خدا نیست، با فخر فروشی، با تکبر و خودخواهی نیست. بزرگی فقط یک راه دارد، در مقابل خدا و خلق خدا تواضع به خرج دادن. اگر کسی نماز بخونه، سجده بکنه، اما در مقابل خلق خدا تکبر و فخر فروشی و مسخره و
تحقیر دیگران و این سجده ها به درد نمیخوره. تواضع برای خدا و خلق خدا با همه. این نماز تمرین تواضع در مقابل ربه که رب از تو خواسته و کان بالمؤمنین غلیظا ولا رحیما. رحیما یکی از ویژگی های پیامبر این که به مؤمنین رحیم بوده، به بندگان خدا رحیم بوده. اگر یک کنیزی غلامی برده‌ای می آمد در خونش، من با سیدم با آقام مشکل دارم، لباسشو جمع میکرد دنبالش راه میرفت در خانه سیدش، با این آقا چه مشکلی دارید؟ اگر دختر بچه 5 ساله دستش دراز کرد میکرد دستش میگرفت تو کوچه های مکه تو کوچه های مدینه میچرخید تا زمانی که خودش خسته شده بود دستش در آورده بود، این دستش تو دست اون دختر بچه بود. یه روزی حسن و حسین رو 2 تا پاش رونش نشسته بودن، گاه وقتی حسن رو میبوسید گاه وقتی حسین رو میبوسید. شخصی اونجا نشسته بود گفت یا رسول الله تو بچه کوچک داری میبوسید؟ گفت بله مگر تو نمیبوسید؟ اولادت نوهات نمیبوسید؟ گفت من 10 تا فرزند دارم یادم نمیاد که یکیشونو بوسیدم. گفت اگر خدا رحمت و شفقت رو از دل تو در آورده من چه کارت کنم؟ کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. من لا یرحم لا یرحم. بله ما بچه میبوسیم، بچه کوچک رو نوازش میکنیم. بعض از صحابه بچه ها با آب بینیشون به بغل میگرفتن. آب بینی بچه همینجور سرازیره. ولی بازم امروزه هم داریم بعضی از بندگان خدا که توفیق پیدا کردن ایتام و فقرا و بیمارای تو روستا و بغل میکنن میارن بیمارستان و هزینه بیمارستانش هم تقبل میکنه که شاید به خاطر معالجه این بیمار یتیم فقیر خدا بیماری و درد و مشکلات از زندگی و اولادش دور بکنه. دنیا دینه. هر خدمتی به دیگران کرده همون خدمت چند برابر به خودت اگر نشد به فرزندانت برمیگرده. دنیا دینه. با این دید به دنیا، با رفتارهامون با این دنیا، در دنیا با این دید نگاه کنیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. اگر ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میدونید این احترام به برادرمون نگذاشتیم. پس چیه؟ تو دیشب گفتی احترامه، نه امشب نظرم عوض شده. این احترام به خودت گذاشتی، چون انتظار این داری که بگه و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر تو نگی السلام نمیگه و علیک. پس تو گفتی السلام که و علیکم السلام بشنوی. یعنی تو براش دعا کردی سلامتی بر تو باد، رحمت خدا بر تو باد، برکت خدا در زندگی تو و فرزندانت باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو خواستی نیاز خودتو برآورده بکنی، منتظر این بودی. اگر نگی که اون نمیگه.